روز شما بخیر بینندگان ارجمند. شما بیننده برنامه اخبار رادیو آزادی هستید که روز 12 ایون در جمع همکاران از تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. امروز خبر زیاد است، حالا به عنوان موضوعهای اساسی این نشر شناس شوید. در محله اهالی نشینی شهر احمدآباد هندوستان یک هواپیمای مسافربر با 242 سرنشین و عضو اکیپاژ سقوط کرد. مقامات گفتند بسیاری ها کشته شدند. وزیر کارهای داخلی ولادیمیر کالاکولتسف گفت مهاجرانی که برای روسیه فایده نمی‌آورند باید از خاک این کشور خارج کرده شوند. جنگ اوکراین صدها هزار نفر را بدبخت و بی‌خانمان کرد، ولی سابق پرزیدنت روسیه در 3 سال جنگ صدها میلیون دلار فایده مالی برداشته است. و خبر را از فاجعه در فرودگاه هند شروع میکنیم. امروز هواپیمای مسافربری که باید از شهر احمدآباد هند به شهر لندن بریتانیا پرواز میکرد چند دقیقه بعد بلند شدن به هوا به یک محله اهالی نشین افتاد و آتش گرفت. در داخل هواپیما 242 سرنشین از جمله 11 کودک هم بود. احتمالاً شمار قربانیان خیلی زیاد است. خدمات اضطراری یاری رسان در جای حادثه کار میکنند. نخست وزیران هند و بریتانیا این حادثه را پیگیری دارند. درباره جزئیات این حادثه همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد. فاجعه نصفی روزی 12 ایون روی داد. بوینگ 787 دریملاینر شرکت هوایی ایر ایندیا چند دقیقه بعد بلند شدن به هوا سقوط کرد. با اطلاع پلیس و وزیر بهداشت هندوستان بسیار آدمان کشته شدند. قرار بود هواپیما به فرودگاه گاتویک شهر لندن پرواز میکرد، ولی در یک محله اهالی نشین به زمین افتاد. یک مقام بلندپایه پلیس هندوستان گفت هواپیما بالای بینای افتاد که آن را خوابگاه طبیبان مینامند و تخمینا 80% محل سقوط هواپیما الکی سنجیده شده است. در میان 242 مسافر 11 نفرشان کودک بودند، میگوید خبرگزاری ریترز. شرکت ایر ایندیا گفت از میان آنها 169 مسافر شهروند هندوستان، 53 نفر از بریتانیا، 7 نفر از پرتغالیا و 1 نفر از کانادا بوده است. سامانه فلایت رادار می نویسد هواپیمای افتاده نوعی نوترین هواپیمای بوینگ 787 دریملاینر می باشد که مسافربری زمانوی دانسته می شود. شرکت هوایی ایر ایندیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حالا با آموزش حادثه و جزئیات آن مشغول است. مجروحان را به بیمارخانه های نزدیکترین انتقال می دهند، می گوید این شرکت. گزارش های تلویزیونی نوارهای سقوط هواپیما را نمایش داده گفتند که هواپیما از بالای منطقه اهالی نشین گذشته پایین می فراید و گویا از نظرها غایب شده ناگهان آتش عظیمی در بین خانه ها به هوا می پیچد. اینچنین گزارش ها صحنه کمک رسانی شتابکارانه ماشین های یاری تعجیلی را نمایش می دهند که مردم مجروح را به بیمارخانه ها انتقال می دهند. ریتر نوشته است که هواپیما ساعت 13:39 روز 12 ایون به حرکت درآمد و چند لحظه بعد از داخل آن به فرودگاه صدای میدی آمد که معنایش حالت اضطراری می باشد. ولی بعد این کسی از خلبانها جواب نداد. شرکت بوینگ گفت که درباره فاجعه خبر دارد و برای دریافت معلومات بیشتر تلاش خواهد کرد. وزیر کارهای داخلی ولادیمیر کالاکولتسف گفت مهاجرانی که به روسیه فایده نمی‌آورند لازم نیستند. کالاکولتسف این حرفها را در جلسه معرفی رهبران منطقوی پلیس در باشقردستان، چووشه و ورونیش بیان کرده است. او گفت خارجی هایی که کار را از دست داده و یا از دانشگاه اخراج شده اند، آنهایی که سنجش داکتیلوسکوپی را نگذشته و زبان روسی را نمی آموزند و به جامعه روسیه فایده نآورده اند، باید به گفته او روسیه را ترک کنند. این اظهارات در حال است که بعد حمله به کراکو سیتی هال در سال گذشته و متهم شدن اساساً شهروندان تاجیکستان در صادر کردن آن فشار بالای مهاجران کاری شدت گرفت. علاوه به حمله های لفظی مقامداران و تصمیم گیرنده های سطحی بالا در ساحه مهاجرت در روسیه در بیش از 1 سال گذشته دهها قانون سرکوبگر و پایمال کننده حقوق کارگران خارجی قبول شد و دهها هزار نفر از خاک روسیه اخراج شدند.
یک تحقیقات بخش روسی رادیوی آزادی نشان داده است که بنیاد و مؤسسه‌های مالی مربوط به دمیتری مدودیف رئیس جمهوری سابق روسیه بعد آغاز جنگ در اوکراین 850 میلیون دلار به دست آوردند. همکارم طاهری سفر این تحقیق را خلاصه کرد و از او اول درباره جزئیات این پژوهش پرسیدیم. وقتی جنگ اوکراین شروع شد، دمیتری مدودیف محبوبیت زیادی در بین مردم نداشت. بعدی که از مقام پرزیدنتی رفت و ولادیمیر پوتین برگشت، او را یک آدم بدبخت لقب دادند. ولی بعد آغاز جنگ در اوکراین او در تلگرام کانالی نوی باز کرد و آن را به منبری تنقیدی غرب تبدیل داد. تا پایان سال 2022 محبوبیت کانال او در تلگرام از کانال رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان هم گذشت. بعد از این در کرمل هم برای او مقام‌های نو ساختند. معاون اولی رئیس کمیسیون نظامی و صنعتی تابع پرزیدنت و مسئول مذاکره‌ها با چین تعیین شد. برابر با این به بنیاد و خزینه‌های وابسته به دمیتری مدودیف خیریه‌های عظیمی هم آمد. اسم شخص و سازمان‌های خیرکرده را فاش نمی‌کنند. سال 2023 در روسیه بنیاد با نام حقیقت ما ثبت نام شد. هدف آن گویا یاری به ارتش روسیه و ساکنان منطقه‌های اوکراین بود است که در آن جایها به گفته مقامات روسیه عملیات ویژه جنگی ادامه دارد. در این بنیاد خودی مدودیف و پسرش ایلا مدودیف هم سهم دارند. شریک حقیقت ما کارخانه استحصال شراب ساحل کوهی می باشد که در ساحل بحر سیاه جایگیر است و مدودیف آن را نظارت می کند. در شهر اناپا شرکتی دیگری با نام فین کانسالتینگ است که مالک آسایشگاه با حشمت شینگری می باشد. و سوال دیگر از همکارم این بود که درباره مالکیت خود دمیتری مدودیف خرج و خراجات زندگیش چه جزئیاتی تازه به دست آوردند؟ درباره میل مدودیف به ثروت و زندگی با حشمت هنوز الکسی ناوالنی از سیاستمداران شناخته و فوتیده روسیه نقل کرده بود. در تحقیقات در سال 2017 تیم ناوالنی چند خانه با حشمت مدودیف را در شهر سوچی و محله روبلوفکای مسکو آشکار کرده بود. گیورگی البوروف یکی از پژوهشگران حساب کرده است که برای تامین و نگهداری این همه مالکیت سال نه کمتر از 3.5 میلیارد روبل و یا بیش از 44 میلیون دلار لازم می شود. محققان معلوم کردند در دوره جنگ در اوکراین هم ثروت بنیادی نیوسکی زیاد شد که این بنیاد را هم از آن دمیتری مدودیف می دانند. اوگوست سال 2023 یک بنای 2 آشانه در دهه کاماروو در کنار سنت پتربورگ را به بنیاد نیوسکی دادند. زمان پرزیدنتیش مدودیف می‌خواست محض در همین دهه برای خود آسایشگاه نوی بسازد. پول ساختمان انشاءات را گازپروم پرداخت کرده است. محققان معلوم کردند که در دوره جنگ در اوکراین بنیادهای وابسته به مدودیف صاحب آسایشگاه‌های نو و تاکزاری در مساحت 5 گیگتر شدند. تعداد کشتی‌های او هم افزوده صاحب یک بنیاد سرمایه‌گذاری هم شده است. مدیریت بنیادهایش را مدودیف 60 ساله به همسبقان و خویشاوندانش باور کرده است و یکی از آنها دمیتری گیورگیفی 42 ساله می باشد که او نیز در یک شرکت ثروتمند سهم داشته است. تشکر همکارم طاهری سفر. نتیجه های یک پژوهش درباره ثروت و مالکیت دمیتری مدودیف رئیس جمهوری سابق روسیه را خلاصه میکرد. تحقیق کامل را در این باره میتوانید در وبسایت azadi.org بخوانید. و برنامه رو پی میگیریم. روز پنجشنبه کشور عمان اعلام کرد که یک شنبه 15 ایون در شهر مسقط دور نوبتی گفت و شنید هسته‌ای امریکا و ایران دایر خواهد شد. در دور پیشتر هیئت تهران پیشنهادهای واشنگتن را رد کرده و از خاورمیانه را به طور جدی پرشدت نمود. همکارم میرزا نبی خالقزاد موضوع را پیگیری میکند. ایالات متحده امریکا نمایندگانش را از خاورمیانه بیرون میکشد. 11 ایون دیپارتمنت دولتی با اشاره به تهدید امنیتی اعلام کرد که بعضی کارمندان سفارت امریکا در بغداد فوراً به مکان امن انتقال داده می شوند. خود ما آنها را کوچاندیم زیرا منطقه می تواند ناامن شود. می بینیم چی می شود. ما آگاه کردیم که خارج می شویم. حالا ببینیم که چه اتفاق می افتد. خبرگزاری ریترز گزارش می‌دهد که ایالات متحده آمریکا به کوچانیدن بعضی کارمندان سفارتش در بغداد آمادگی می‌گیرد. همچنان در شرایط افزایش تهدیدهای امنیتی واشنگتن به اعضای عائله‌های نظامیان آمریکایی مستقر در خاورمیانه و از جمله در عراق، کویت، قطر، بحرین و امارات متحده عرب دستور داده است که از این منطقه خارج شوند. حکومت آمریکا سبب این تصمیم گیری را شرح نداده است. از زمان آغاز جنگ در غزه در سال 2023 عراق با تشنج و احتمال خشونت مواجه می باشد.
گروه‌های نیمه نظامی رو به ایران بارها به پایگاه‌های نظامی آمریکایی در عراق حمله کردند، هرچند که در دوام یک سال گذشته وضع به طور نظررس آرام بوده است. بر علاوه این خبر با بنبست در مذاکرات هسته‌ای آمریکا و ایران همزمان آمده است. روز چهارشنبه در این باره خبرنگاران از دونالد ترامپ سوال کردند. آنها یعنی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. خیلی ساده. روزهای آینده دوره نوبتی مذاکرات ایالات متحده آمریکا و ایران دایر خواهد شد. احتمال در این نشست تهران که پیشنهاد واشنگتن را رد کرده است، شرطهای خود را مطرح کند. در آلمان مجسمه سازی معروف درگذشت که با شیوه غیر عادی ایجادش معروف بود. گونتر یوکر در برابر نقاشی های نوع سنتی اینچنین با میخ و خاکستر کار میکرد و اسمی او در میان هنرمندان برجسته جهانی یاد می شود. او به شعر و هنری فارسی تاجیکی هم توجه داشت. آخرین سفر و نمایشگاه مجسمه سازی 95 ساله ماه پیش در تاجیکستان برگزار شد. مومن احمدی اطلاع بیشتر دارد. گیونتر یوکر مجسمه ساز آلمانی که ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار و سفر آخرین ایجادیش هم در ماه می در دوشنبه برپا شده بود، در سن 95 سالگی در شهر دیوسلدورف آلمان درگذشت. سامانه بخش روسی موجی آلمان نوشت که هنرمند معروف روز 10 ایون در یک بیمارخانه درگذشت. یوکر را یکی از نقاشان برجسته دوره بعد جنگ دوم جهان در آلمان مینامند، چون شیوه ایجادش هم از دیگران فرق میکرد. او با استفاده از میخ و خاک و خاکستر و دیگر محصولات آثار خود را میآفرید. ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار او در دوشنبه برپا شده است. روز 5 می در آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان ارجگذاری به حافظ بخشیده به بزرگداشت 700 سالگی شاعری تاجیک و فارس حافظ شیرازی نمایش اثرهای او افتتاح شده بود. امروز من باری اول میبینم که در آثارخانه ملی ما نمایشی چنین رسام گونتر یوکر گذاشته است که در ایجادات خود آمیزش هم خطاطی و گرافیک را استفاده برده است. این نمایشگاه را قبلا در شهر شیراز ایران هم برپا کرده بودند. اکثر اثرهای او با میخ ساخته شدند. یونکر را یک نقاش موضوعهای سیاسی هم مینامند، چون بعد فرارش از آلمان شوروی به آلمان فدراتیوی در سالهای 1950 توانست آشکارا موقع خود را درباره حوادث جهان توسط ایجاد بیان کند. در میان کارهایی که بعداً انجام داد و برای افاده هویت ایجادی او مساعدت کرد، نمایشگاهش در موضوعهای صدمه چرنوبیل و حمله های نجات پرستی در سالهای 1992 بوده است. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدام، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. در همینجا برنامه امروزه به پایان میرسد. سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید. بینندگان عزیز، برای خبر و گزارش های بیشتر به سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعه کنید. و اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه شدید و یا عکس و نوار دارید، حتما به ما فرستید. سراغه های ما در سامانه azadi.org و همه صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما.